دلا از سوختن یابی مقام، آهسته آهسته که آید آفتاب اندر قیام، آهسته آهسته. مشو از سرکشی های نگاری خیشتن محزون، که گردد از نوازش کبک رام، آهسته آهسته. با یک آهنگ باید بود، با آر و ننگ باید بود، که بالا می رود از ننگ نام، آهسته آهسته. زیهی آنی که نفسش را غلام خیشتن سازد، نگردد تا به دیو خود غلام، آهسته آهسته. نخوابم تا دل شبها برای جمله مطلبها، دهم من زندگیم را دوام، آهسته آهسته. تمام عمر خود را صرف راه آرزوها کن، که یابی جان من بخت تمام، آهسته آهسته. عالم خان اسمتی زاده دهه مدروشکت ناحیه مسجح است. ختم کرده دانشکده آموزگاری به نام استاد صدرالدین عینی پایتخت مملکت بوده. فعالیت خیش را همچون آموزگار در مکتب دهه متروشکت ناحیه کوهستان مسجح آغاز کرده است. اولین کتاب شعرهای عالم خان اسمتی با نام موجخیز با پیشگفتار شاعر خلقی تاجیکستان زنده یاد قطب کرام به چاپ رسیده است. بعدتر او را به پایتخت مملکت دعوت میکنند و دوام سالهای زیاد او همچون کارمند نشریات ادیب فعالیت میبرد. عالم خان اسمتی همچنین محرر روزنامه ناحیوی مشعل شده، با کار روزنامه نگاری و ایجاد سالهای زیاد مشغول بود. عین زمان مسئولیت رئیس شورای سابقه‌داران کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه مسجح را به ذمه دارد. اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان، علوچی مطبوعات، معارف و فرهنگ جمهوری تاجیکستان است. او مجموعه هایش با نام های موجخیز، بال هما، اشک بلبل، آیت نیسان، تسبیح واژه ها منظور خوانندگان گردیده. کتاب نو شعرهایش میلاد عشق در عرفه به چاپ رسیدن است و امید داریم که برای خوانندگان و دلباختگان اشعار این شاعر وطن سرا و افتخارمند پیغام سبز و الهام بخش خواهد بود. تماشابینان عزیز، این نوبت مهمان برنامه روضه سخنوران شاعر عالم خان اسمتی. شعر اولا یک استعداد فطری است که خداوند به انسان نصیب می‌گرداند و همین یک ذره استعدادی که خداوند به این یا آن ایجادکار اگر نصیب گردانده باشد، حتما همون یک ذره را باید سعی قلب بدهد. از کدام نقطه نظر؟ از اون نقطه نظر که پیوسته باید آموزد، اندیشه کند، شعرهای هم اصلا باید مطالعه کند، مقایسه کند و به تدریج زینه به زینه شاعر پیش میرد و کاملا و شعرهای واقعا زیبا، ارزنده و زیبنده و قابل قبول به میان می آید. شعر باید سازنده باشد. به نظر من شعر باید حتما یک معنی، افکار معنی و افکار بلند داشته باشد، واقعیت زیبا داشته، تشبیه و استعاره های تازه داشته باشد و شعری باشد که خواننده رو جلب کرده تواند. اگر شعر به گوش رسد و به دل نرسد، اون شعر نیست. اگر شعری که به گوش میرسد و دل رو تسخیر میکند، البته اون شعر است که واقعیت است و بنابراین شعر معجزه است و هر نفری که شعر واقعی ایجاد میکند، شعر اصیل ایجاد میکند و این معجزه آفر است.
برای همین جمعیت ما رو، ادبیات ما رو، فرهنگ ما رو، معنویات ما رو به شعر تصور کردن مشکل است. و اصالت شعر هم در همین اصالت شعر از وطن آغاز میاد. وطن آغاز میاد. شعری که در باب وطن است، وطنداری هست، تربیت نسل نورس است. من در هر یک بابی که محیطی که بازگو میکند، شاعر اندیشه میکند، تفکر میراند و با کلمه های زیبا، با واژه های عجیب و دلپسند و نوازشکار و نوازشگر شعر ایجاد میکند و شعر حتما باید روان و سلیس و قابل قبول باشد. تا نبردارم به دوشم دوشبار این زمان را، من نمیمیرم، من نخواهم مرد سخن از استاد لایق. نشکنم تا از الفبای نیاگانم خمار، تا نیابم چشمه های رودکی را نوربار، تا نسازم زنده هر چیزی که باشد یادگار. من نخوانم خیشتن را تاجکی با ننگ و عار، من نخوانم خیشتن را از نژادی تاجدار. تا نخوانم مثنوی معنوی مولوی، تا نخوانم حرف قرآن با زبانی پهلوی، تا نیابد درد ملت در سرودم محتوی. من نخوانم خیشتن را تاجکی با ننگ و عار، من نخوانم خیشتن را از نژادی تاجدار. تا نبیدم با سخن مرغ دلم را بال و پر، تا به هر سنگی نبنویسم رهارش شعری تر، تا زبانم را نبخشم لذتی شیر و شکر. من نخوانم خیشتن را تاجکی با ننگ و عار، من نخوانم خیشتن را از نژادی تاجدار. تا نآرم در سکوتم رخنه از فریاد خود، تا نآرم در سکوتم رخنه از فریاد خود، تا نگردم ره به ره در زندگی استاد خود، تا نباشم وارثی ارزنده اجداد خود. من نخوانم خیشتن را تاجکی با ننگ و عار، من نخوانم خیشتن را از نژادی تاجدار. همین شعر میتواند روحی زمان در خود انعکاس کرده باشه. امروز رسالت شاعر بله، مثلا قلمکش تاجیک بله، از چی عبارت؟ رسالت هر یک شاعری که واقعا شعر اصیل ایجاد میکند از آن عبارت است که در عصر خود باید حادثه و واقعیت زمان خود شاعرانه، باریک‌بینانه، نازکانه عکس اندازی کند تا برای نسل آینده از ایجاد خواندن این شعر آگاه باشد که شاعر کدام عصر و کدام سال و کدام قرن است. مثلا شاعر کلاسیک ما میخوانیم سراپا از غزلیات های مشهور معروف هستند. برای خواندن هر یک غزل ما احساس میکنیم که شاعرای ما هستند و ما میراث‌خوارا و میراث برای آنها از آن الهام میگیریم. امروز هم غزل رو زنده کردن، غزل رو با پایه‌های بلند داشتن. غزل فرض کردیم از ایجاد استاد لایق شیرعلی تا ایجاد بانو فرزانه به اوج اعلا رسید. ما شکرانه میکنیم، ما افتخار میکنیم که هر یک هنرمند، هر یک ایجادکار در کدام ژانری که ایجاد میکند باید حتما ماهرانه، عاشقانه، صادقانه ایجاد کند که شعر برای نسل یک چیز داده تواند. شعر و آهنگ و سرودی من به نام ملت است، جمله ایجادم به پاس و احترام ملت است. جان من از ناتمامی پای بر غربت منه، رو به وحدت کن که آن بختی تمامی ملت است. من ثنا خوانم به آن کز رهی ناموس و ننگ، من ثنا خوانم به آن کز رهی ناموس و ننگ، در تلاشی روزگاری بر دوام ملت است. هر کسی اندر مقامی معرفت خود را شناخت، هر کسی اندر مقامی معرفت خود را شناخت، بی محابا اختر اندر مقامی ملت است. دشمنی بی دولتی و دولت اندر دوستی است، دشمنی بی دولتی و دولت اندر دوستی است. دوستی با مردمی عالم مرام ملت است. زنده و پاینده بادا خلق ما با پیشوا، زنده و پاینده بادا خلق ما با پیشوا. تاجیکستان کعبه ما، او امامی ملت است. شعر و آهنگ و سرودی من به نام ملت است، جمله ایجادم به پاس و احترام ملت است. جان من از ناتمامی پای بر غربت منه، رو به وحدت کن که آن بختی تمامی ملت است.
رو به وحدت کن که آن بختی تمامی ملت است. و امروز شما را همچون شاعر وطن سرا اعتراف میکنن. انا همون محبت از کجا سرچشمه میگیره؟ بله، محبت از دیار کوچک خودمون سر میشد. محبت همون گهواره مادر سر میشد. محبت به مادر، به پدر، به اویله، به دیها و در مجموع به وطن. وقتی ما احساس میکنیم تاجیکستانی صاحب استقلال داریم، چرا افتخار نکنیم؟ ملت‌هایی هستند که از با نفوذ از ما زیادن، به تعداد از ما زیادن، اما وطن ندارن. ما شکرانه میکنیم که با فرض کردیم امروز با 10 میلیون اهالی وطنی صاحب استقلال داریم، پیشوای معظم ملت داریم، همه جا تینجی و آبادی و آسودگی است. هر یک روزی ما باید از دیروز فرق کند، هم از جهت زیبایی، هم از جهت آبادی، هم از علم معرفت. ببینید رهبر دولت ما در تمام ساحه از جمله در برای خوانندگان هم آزمون‌ها راه اندازی کردن، در مکتب اون چیز به اوج علا رسید، هوسمند گردانی به میان اومد. همین به خاطر چی است؟ به خاطر دانش، بلندبرداشتی سوی دانش، علم، معرفت و در مجموع آبادی وطن. همین ما برای وطن کار میکنیم. برای وطن اجماع وقتی وطن نداریم یگون چیز دیگه احساس کردن نمیتونیم. وقتی آدم بی وطن است، مثل بی پدر و بی مادر، همین خیلی من احساس میکنم. وطن برای ما اویل است، وطن برای ما پدر است، مادر است، وطن تربیتگر است. وطن قسم به آب و خاک و آتش و هوای تو، قسم به روح پاک انبیا و اولیای تو، قسم به 7 پشتی نیک اختری نیای تو، که ما تو را به جان خیش احتیاط میکنیم، مقدسی و شکر این مقدسات میکنیم. حیات تا به پا بود زهی وطن، زهی وطن، حیات تا به پا بود زهی وطن، زهی وطن، به وحدتت بقا بود زهی وطن، زهی وطن، رهی که برگزیده رهی امید ملت است، خدات رهنما بود زهی وطن، زهی وطن. بیا به وحدت و به صلح گوهر از صدف کشیم، بیا به وحدت و به صلح گوهر از صدف کشیم، جوانی را که می رود چو تیر بر هدف کشیم، دیگر به زیر پرچمی وطن هماره صف کشیم، همه بلب ترانه زندگی کنیم در وطن، همه برادرانه زندگی کنیم در وطن. حیات تا به پا بود زهی وطن، زهی وطن، به وحدتت بقا بود زهی وطن، زهی وطن، رهی که برگزیده رهی امید ملت است، رهی که برگزیده رهی امید ملت است، خدات رهنما بود زهی وطن، زهی وطن، زهی وطن. استقلالیت برای ملت ما واقعا هم یک رخداد، یک نعمتی، البته تقدیر است. البته. و استقلال رو در شعر چگونه ایفاده میکنیم؟ ما اگر که سخن درباره استقلالیت میرود، من این خوشبختی ما از اون است که سال 1991 ما با استقلالیت خود رسیدیم. اکنون این استقلالیت ما باید سراپا حفظ کنیم، گرامی داریم. برعکس باید ما استقلالیت رو باز مستحکم‌تر کنیم. استقلالیت همون کلمه مستقلیت است، یعنی وریانت تاجیکش آزادی است. این وقتی که ملت آزاد است، خوشبختی اون در آزادی است. بنابراین استقلالیت حفظ داشتن که درباره استقلالیت چقدر که ما کتاب‌ها، دیوان‌ها ایجاد کنیم هنوز کم است. شکر صلح و شکر این وحدت، شکر بخت و شکر این دولت، شکر استقلال این ملت، باز از نو در محیطی شاد تاجیکستان می شود آباد. از زرافشان تا بدخشانش، تا خوجند و وخش و ختلانش، تا حصار و غرم و قرغانش، در فضای مهنتی آزاد تاجیکستان می شود آباد. میهنی ما مسکنی ما هست، میهنی ما مسکنی ما هست، سرنوشتی روشنی ما هست، تا دم جان در تنی ما هست، از رهی فردای پربنیاد تاجیکستان می شود آباد، تاجیکستان می شود آباد. میرزا ترسونزاده میگویند که آدمان از دوستی یا بخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. و در ایجادیات شما مثلا
وصف دوستی هم موقع خاصه خودش دارد. بله، ما قبلا یک شعر هم خوندیم با درباره دو ملت، ملت تاجیک و ازبک دوستی ما چقدر قرین‌تر شد. ما تاجیکان و ازبکان باز نزدیک‌تر شدیم. من در مجموع ما اول با خودمون دوست داریم، وطن ما دوست داریم و در اطراف همسایه داریم، همسایه رو با اعتراف کنیم دوست داریم. شکر خدا اکنون با استقلالت حفظ میکنیم، تاجیکستان عزیز باز آبادتر میکنیم، در همه ساحه‌ها صدق‌دارانه مهنت و کار و فعالیت میکنیم. تاجیکان و ازبکانم ایکی ملت دوستلر، گوهری یک خاندانم ایکی ملت دوستلر. روح جامی و نوایی شاد بلسن تا ابد، روح جامی و نوایی شاد بلسن تا ابد. دوستی را می سرایند ایکی ملت دوستلر. تپ تپی دلها ز شادی تق تقی دروازه هاست، در بروی هم کشادند ایکی ملت دوستلر. راه ما چون راه دلها باشکگه هموار باد، در ره دل هم مرامند ایکی ملت دوستلر. شعر ما را جور سازد شیر علی و جوربیک، شعر ما را جور سازد شیر علی و جوربیک. همدلی را می سرایند ایکی ملت دوستلر. شفقت و امام علی دادند دستی دوستی، شفقت و امام علی دادند دستی دوستی. هم قدم تا جاودانند ایکی ملت دوستلر. تلری گر باشقه اما دلری اخشش بلند، تلری گر باشقه اما دلری اخشش بلند. در ره دل هم مرامند ایکی ملت دوستلر. اسمتی با شیوه شیر و شکر شعر ایتدی، اسمتی با شیوه شیر و شکر شعر ایتدی. تا ابد با هم بمانند ایکی ملت دوستلر، ایکی ملت دوستلر. یک نیروی توانایی مثلا کارگر می شده برای ایجاد شعر هم این زبان است. درباره زبان دولتی چی میگوید؟ زبان دولتی به نظر من شیرین ترین زبان، گویاترین زبان، فصیح ترین زبان و پرلذترین زبان زبان ما تاجیکان است. این زبان خاصتا زبان شعر است. قریب مردمی نیست که رهروان یا کوچه یا عاشقانه شعر نگوید یا نداشته باشد. برای همین زبان تاجیکی نه تنها احترام کردن پاس داشتن دکار، در این نوبت زبان تاجیکی باز غنیتر آموختن دکار، غنیتر گرداندن دکار، زبان زیباتر کنیم امروز ها. لیکن بازم با سیاست خردمندانه پیشوی معظم ملت ما زبان در بین مقام دولتی گرفت و زبان باز بلندتر و بهتر و گویاتر و شیواتر به گوش میرسد. افتخار کردن دکار. حکایت میکنند ایام پیشین سخنور خار بود اما سخن نه، غمی حرف و حجاب میخورد مردم، غمی شأن و شکوه خیشتن نه. ولی قدری زبان امروز کاهید، سخنور شد عزیز اما سخن خوار، غلط گفتار گردیدند مردم، زبان زد شد سخن بسیار بسیار. چرا ما خط خود را داده از دست، خفا گشتیم از راه نیاگان، اگر چون رعد نخروشیم ما را زند چون برق ارواح نیاگان. شما با جمله شاعرهای تاجیک به دنیای سخن آوازه داریم، زبان را پس حرف زشت و ناجا چو شیر از زهر باید تازه داریم. ولی در هر قدم بینم جوان و چندین لفظ می آید به گفتار، سخن بی سبک و بی معنی و بی رنگ، زبان در شرح افکار است افگار. نوازش می کند یک فرد تاجیک گه اطفال خود با لفظ دیگر، ندارد در سری خود شور ملت، ندارد در دل خود مهر مادر. سخن را آنقدر بی پرده گفتند که آن پردازی نو می خواهد امروز، بشد مرغ سخن پرکنده اما پرو پروازی نو می خواهد امروز. زبانی مادری را هر کی اندوخت ز صدها صد دل وارسته باشد، زبانی مادری را هر کی گم کرد دری دل خود برویش بسته باشد. چگونه شعر است که مثلا آهنگ محبت نداشته باشد؟ درباره شعرهای لیریکی خودتون چه اندیشه ها چی گفتنی ها داره؟ شاعری که عاشق نباشد و شاعر شده نمیتواند. عاشق فقط به معنای یک یار و معشوقه نیست. عاشق به وطن، عاشق به دیار، عاشق به یک نهال سبز، عاشق به یک درخت اوریانی که برگ و نوا ندارد که شعر حضرت نادرپرست ای بی نوا و درخت
وقتی سرود می‌نویسد. یعنی وقتی شاعر عاشق شد به همه چیز، به همه اشیا با چشم زیبایی نظر می‌کند و اندیشه می‌کند، بله تحلیل می‌کند. هم در باره نهال سبز، هم در باره درخت بینوا شعر هستند که وقتی مقایسه می‌کنید هر دو هم در یک پایه بلند ایجاد شدند. همین گونه در مثال دو درختی سبز و درختی بینوا تمامی ملت دوست داشتند که احترام کردند که جمعیت احترام کردند که طبیعت دوست داشتند که اگر ما طبیعت دوست نداریم این طبیعت برای ما روح الهام تازه میبخشد. چرا دوست داشته نتوانیم؟ بنابراین طبیعت دوست داشتند که مهمش اینه که وطن عاشقانه صادقانه دوست داریم و ارج احترام گذاریم و در این نوبت کار و فعالیت خودی ما وطن آباد گردانیم. بله. و بهترین اکثریت غزل‌های شما، آفریده‌های شما، شعرهای شما را اهل هنر آهنگ بسته و به طور ترانه‌های وطن خواهی و بله خودی ترانه و همین جوهری انا بله همین جوهری ترانه نویسی من از اون عبارت است که در خاندان ما اکثریت همین سرود موسیقی میخوانند. برادر ما هم سرود میخواند. ما برادر دارم ابرارخان اسمتی و هم سرود میخواند، لیکن در زینه خود. بنابراین همین شعری که واسه سرود میشود این معنی آن دارد که یک مرغی که باز دو بال و پر یافت. یعنی یک شعر سرود شعر به همه جا میرساند، به همه گوش میرساند. من هنوز دانشجوی کورس چهارم بودم که می سرود عاشقانه را یک خنده کنی گل خواندم، یک خنده کنی گل لبی خندان صدقه نوشتم و من باور نداشتم که این به دستی هنرمند میرسد و با یک آوازی جالب و جذاب به گوش مردم میرسد. من افتخار میکنم. اما هنوز این شعر مشقانه است، هنوز این شعر جوانانه بود، لیکن امروز در بین مردم یک روحی خودش پیدا کرد. بنابراین شعری که سرود میشد این خوشبختی شاعر است. یک خنده کنی گل لبی خندانت صدقه، یک خنده کنی گل لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. بر چاک گریبانی تو گر دیده بدوزم، بر چاک گریبانی تو گر دیده بدوزم، دل چاک شوم چاک گریبانت صدقه. بگذار که چون شانه برم پنجه بموید، بگذار که چون شانه برم پنجه بموید، بگذار شوم زلفی پریشانت صدقه. لب بر لبم آویز که در حسرت لبهات، لب بر لبم آویز که در حسرت لبهات، جانم به لبم آمده ای جانت صدقه. تا برخورم از بخت مرانم زیبری خویش، تا برخورم از بخت مرانم زیبری خویش، ای نخل قد و سیب زنخدانت صدقه. با یک نگاه از ره بزدی طفل دلم را، مژگان سیه ها چشمکی شیطانت صدقه. یک خنده کنی گل لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. بر چاک گریبان تو گر دیده بدوزم، بر چاک گریبان تو گر دیده بدوزم، دل چاک شوم چاک گریبانت صدقه. یک خنده کنی گل، یک خنده کنی گل، یک خنده کنی گل لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنی گل، یک خنده کنی گل، یک خنده کنی گل لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یک خنده کنی گل. سخن از دل و از جان به لب آید سخن است، سخن از دل و از جان به لب آید سخن است، غنچه آسا دل ما را بکشاید سخن است. سخن مایه شادی و طرب نیست چه سود، سخن مایه شادی و طرب نیست چه سود، سخن زنگی غم از دل بزداید سخن است. سخن مهر خموشی بزند بی‌طرفی است، سخن مهر خموشی بزند بی‌طرفی است، سخن جنگ کشد صلح بزاید سخن است. سخن زهر زند گو که زبان مار شده است، سخن زهر زند گو که زبان مار شده است، سخن شهد سعادت بفزاید سخن است. سخن آینه بود یار در آینه نگر، سخن آینه بود یار در آینه نگر، سخن جرم نهان را بینماید سخن است. سخنان نیست فقط مرگ و قیامت شنوی، سخنان نیست فقط مرگ و قیامت شنوی، سخن زنده دلی را بسراید سخن است. سخنان نیست که از لب به دو گوش آید و بس، بلکه نشتر زده دل را برباید سخن است، سخن است.
سلامت باشید. و در تنهایی درباره چی می‌اندیشید استاد؟ در تنهایی اساساً درباره زندگی، درباره حیات جامعه، درباره خودی وطنی عزیزمون، درباره با یک اسرار توضیح که برای من هنوز کشف نشده است. همه چیز میخوام آموزم، لیکن وقت چندان امکان نمیدهد، فرصت. بنابراین با این وجود همه این پست و بلندی ها و شیب و فراز ها، در تنهایی را چنان باید آدم استفاده برد که تنهایی بودنش معلوم نگردد. برعکس در بسیار حالت ها تنهایی برای ما شاعرها بهتر است، چون ما ایجاد میکنیم، اندیشه میکنیم، تفکر میکنیم، وقت رو در همون با شعر برمیگردونیم، وقت رو در شعر ایجاد میکنیم. شعر ما رو از وقت استفاده میبرد. قیمت عمر گویده. بله، قیمت عمر. گفتند اهل زمانا نان به یک رو میپزد، گفتند اهل زمانا نان به یک رو میپزد، از درویی الامانا نان به یک رو میپزد، از بدی کردن نکویی کم نمیگردد، ولی بدسگال و بدگمانا نان به یک رو میپزد. چیست باری کاروان عمر گوهر یا خزف؟ چیست باری کاروان عمر گوهر یا خزف؟ باش خود را ساربانا نان به یک رو میپزد، از سبک اندیشگی ها دوست را دشمن مکن، گوش کن گوشی گرانا نان به یک رو میپزد. در بلا پیچد سری سبز از زبان سرخ ما، در بلا پیچد سری سبز از زبان سرخ ما، جمع کن چاکی دهانا نان به یک رو میپزد. در دلش که لیلی و در دیده عکس یاسمن، در دلش که لیلی و در دیده عکس یاسمن، رو به این و دل به آنا نان به یک رو میپزد. از دسویی از دگویی الحذر ای اسمتی، یک جهت یک رو بمانا نان به یک رو میپزد، یک جهت یک رو بمانا نان به یک رو میپزد. ای دیده بیاموز، ای دیده بیاموز تو صاحب نظری را، ای عقل بدر پرده خود بی خبری را. ای دل تو طهارت بکن از چشمه انصاف، ای دل تو طهارت بکن از چشمه انصاف، تا صاف کنی جوهری آیینگری را. نادیده و نشنیده گرفتن نبود خوش، نادیده و نشنیده گرفتن نبود خوش، تا چند سپر میکنی کوری و کری را. جهلت همه شیطان، جهلت همه شیطان که تو را میزند از ره، صبرت همه رحمان که دهد ره گذری را. از عیب بری باش، از عیب بری باش به حدی که در عالم، هر چند نیابی کسی از عیب بری را. گلبانگی از آن بشنو از خواب سحر خیز، گلبانگی از آن بشنو از خواب سحر خیز، تا درک کنی لذت فیض سحری را. خاموش شوی اسمتی یا شور دیگر ده، خاموش شوی اسمتی یا شور دیگر ده، در هر دری دل غلغله شعری دری را. و در مجموع چه تمناهای نیک برای این در مجموع من قبلا دارن؟ برای شما تنیسیت و خاطر جمع، برای تاجیکستان عزیزمون و برای ولایت آوازدار ساختمون که اینقدر گل و شکوفایی هست، ما افتخار میکنیم برای وطن، برای ملت. همیشه قرضدار هستیم در نزد وطن، در نزد ملت که همچون ادیب، همچون یک نفر قلمکش صادقانه و عاشقانه خدمت کرده باشیم. برای همین وطن رو دوست می‌دارم و من دعوت از جوانان دعوت و میارم که همین وطن رو دوست دارن، اول برای وطن، برای حفظ مرز و بوم وطن با خدمت حربی روان، صادقانه روان، اختیاراً روان. وطن رو اگر ما حفظ نکنیم، وطن ما رو کی حفظ میکند؟ بیگانه هیچ وقت وطن ما شما رو حفظ کردن. برای وطن دوستداری باشیم. اگر وطن دوستداری از همون خانه سر میشه تا وطن. اگر ما خانه خودمون رو حمایت کردن تونیم، وطن حفظ کردن نمیتونیم. بنابراین در مجموع باید وطن حفظ کنیم، دوست داریم، عاشق صادق باشیم. وطن به شأن و شان، به پرچم و نشان، به خط و حرف خویش، به پاکی زبان، به مرز و بوم گلفشان خود مقدس است. به فخر ما چه جان و تن، وطن 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 بس است. وطن به جلد کانستیتوسیای پرمعانیش، وطن به جلد کانستیتوسیای پرمعانیش، وطن به تاج زرحلین و تخت خسروانیش، به 7 اختر مشعشع درفش کاویان، به شه سرود ملی و کتاب ناب تاجکان،
و صاحب اختیاری زمان خود مقدس است. و فخر ما چه جان و تن، وطن 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 بس است. وطن به فر آریا، به ماندگاری نیا، به قوم خیشتن شناس، به ملتی وطن شناس، به ارج قله های سبز معنوی، به سرحدی منظم و به ارتشی قوی، به جمله پیشوای پشتیبان خود مقدس است. به فخر ما چه جان و تن، وطن 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 بس است. وطن بس است. در جهان از دست بی شفقت نگه دارد خدا. در جهان از دست بی شفقت نگه دارد خدا. جمله را از پای بی طاعت نگه دارد خدا. نوجوان را هر عذاب بر سر آید باک نه، پیر را از خواره و ذلت نگه دارد خدا. ناخلف 100 تار حیلت میتند چون عنکبوت، ناخلف 100 تار حیلت میتند چون عنکبوت، در ره قسمت زهر آفت نگه دارد خدا. سنگ پشت از نیکی خود نیش کژدم دیده است، نیک خواهان را ز بدطینت نگه دارد خدا. زور مشت از وحدتی انگشتها آید بد است، از پریشانی جمعیت نگه دارد خدا. از محل بازی ما علت به ملت میرسد، از محل بازی ما علت به ملت میرسد، ملتی ما را از این علت نگه دارد خدا، نگه دارد خدا، نگه. شاعر خلقی تاجیکستان قطب کرام در پیشگفتار کتاب شاعر عالم خان اسمتی چنین بیان داشتند: اگر به زندگی پیرانه نظر کنیم، زندگی پیر و فرتوت است. اگر به آن با چشم و دل صاف و جوان نظر اندازیم، زندگی عالیه میتابد که پیری نمیپذیرد. من از شعرهای عالم خان درک کردم که او به زندگی با دیده نیک و همیشه صاف و جوان نظر می افکند. پس بیایید همگان به او در پی فتح قله های مراد در راه ایجاد کامیابی تمنا می کنیم. باز از سر ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر و ترانه های پرسوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشید یاران، همه تا روزی دل افروزی دیگر. ای مردمی بیدار پناهتون به خدا، تا دیدن دیدار پناهتون به خدا. امروز گذشت اگر به کام دل ما، امروز گذشت اگر به کام دل ما، تا به چراغ بخت در منزل ما. شکرانه این دم که خدا می داند فردا چی بود به نقش آب و گل ما. ای مردمی بیدار پناهتون به خدا، تا دیدن دیدار پناهتون به خدا. تا صبح دیگر باد خدا یار شما، تا صبح دیگر باد خدا یار شما. قرآن همه دم بود نگهدار شما. ای کاش که با شفاعتش بار دیگر، ما را بکند نصیب دیدار شما. ای مردمی بیدار پناهتون به خدا، تا دیدن دیدار پناهتون به خدا، تا دیدن دیدار پناهتون به خدا. باز از سری ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر و ترانه های دل سوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشد یاران، همه تا روزی دل افروزی دیگر. ای مردمی بیدار پناهتون به خدا، تا دیدن دیدار پناهتون به خدا. ای مردمی بیدار پناهتون به خدا، تا دیدن دیدار